واقع اگر از من بخواهید صحیح ترین جمله را درباره رابطه بگویم این است که برای اینکه رابطه‌ای شروع شود یا ادامه یابد در هر دو طرف باید درجه‌ای از اشتیاق، تلاش یا حداقل همکاری وجود داشته باشد. اما برای اینکه رابطه‌ای خاتمه یابد فقط کافی است یکی از طرفین خواهان آن باشد. اما تا وقتی فضایی به اندازه یک شکاف باز باشد حداقل از لحاظ نظری امکان بهبود شرایط وجود دارد. دو ستون اصلی رابطه‌های کارآمد. قبل از اینکه ادامه دهیم بیایید چارچوبی برای ادامه موضوع تعیین کنیم. من در کتاب هنر با یکدیگر ماندن دو مؤلفه مهم روابط کارآمد را بیان کردم: اشتیاق و آرامش. در رابطه‌های بلند مدتی که نیازهای هر دو همسر برطرف شود، هر دو طرف تا حد قابل قبولی اشتیاق و آرامش به دست می‌آورند. بیایید نگاهی دقیق‌تر به این دو عامل بیاندازیم. اشتیاق در واقع انرژی احساس عاشقانه و تمایلات جنسی است که از همان ابتدا شما را به عنوان زوج با هم نگه می‌دارد. اشتیاق عامل انگیزه بخش قدرتمندی است و موجب می‌شود دریچه قلبتان را به روی کسی باز کنید و خمیرمایه‌ای است که جلوه‌های مختلف صمیمیت را همچون میل و کشش، علاقه و تمایل شکل می‌دهد. اما اشتیاق به تنهایی موجب دوام رابطه نمی‌شود. دومین مؤلفه آرامش است. آرامش در واقع توانایی حل و فصل مسائل، لذت بردن از بودن با یکدیگر، احترام گذاشتن به یکدیگر، اشتراک در شیوه‌های زندگی و اهداف و ارزش‌های مشابه مالی، بچه‌ها، برنامه‌های شغلی و غیره و همزیستی توأم با رضایت خاطر در کنار یکدیگر است. وقتی پای تعهد دادن به یکدیگر وسط بیاید، اشتیاق بخشی از وجود شماست که از قلبتان میآید. اما این مغز شماست که تعیین می‌کند آیا رابطه‌تان سطح مناسبی از آرامش را برای شما فراهم می‌کند که به آن تعهد بدهید یا نه. در واقع حفظ سطح بسنده‌ای از اشتیاق و آرامش برای هر یک از شما وظیفه‌ای است که باید در تمام طول رابطه به آن متعهد باشید.